درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینوفون تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار صدم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. باروخوویچ جای کیراپیدیا در تاریخ نثر یونان. از اینجا توجهی که سیاستمداران ریمی به این اثر می‌دادند فهم می شود. مقایسه کنید با خبر درباره آنکه کیراپیدیا کتابی دوست داشته سیپیانی خوردی بود. سیتسیران خودش این کتاب را مخصوصاً دوست داشته است. تصویری هجومی هاپلیت ها که در آخر کتاب سیوم کیراپیدیا آمده است به طور فوق العاده تأثیر بخش است. مؤلف آن را با الهامی اصیل تصویر کرده است. البته در اینجا حمله فلنگ های اسپارتانی تصویر شده است. جنگاوران موافق قاعده های جنگی اسپارتانی گیمن جنگی پیان می سرایند. به همدیگر با نداهای روح بلند کننده مراجعت می کنند و رمزها را به هم می گویند و سپس در قطارهای سربازان انتقال می یابند. در آن شوق و هوسی که با آن کسینوفونت این هجوم را تصویر می کند روحیه مرد حربی احساس می شود. نظریه و عملیه کارهای حربی را مؤلف در همه جا خصوصاً تا باب 5 کتاب 7 تصویر می کند. گذشته از این در آخر کتاب 1 کیراپیدیا دستوری واقعی را عاید به کارهای حربی پیدا کرده حتی می توانیم در آن بابهای علاهیده را جدا کنیم که در آنها افاده های مقدموی همچون سرلوحه ها به کار رفته می توانند. این دستور در شکل صحبت پیشنهاد شده است که بین کروش و پدرش کمبیس صورت می گیرد و در آن مسئله های زیرین به میان گذاشته می شود. مجهز ساختن جنگاوران، غمخواری درباره سلامتی جنگاوران، هنرهایی که برای کارهای حربی ضرورند، مهارت روح بلندسازی قوه های حربی، تربیه انتظام حربی، صف آرایی قوه های حربی پیش از جنگ، هنری راهنمایی قوه های حربی شبانه و روزانه در راه های گوناگون، خیمه‌زنی، محافظت نظامی و پاسبانی، تاکتیک هجوم و عقب نشینی، محاصره قلعه ها، عبور دریاها، محافظت از جنگاوران سواره دشمن، از کمانوران و غیره.
شکل مکالموی بیان اساسهای تاکتیکی حربی به ما همیشه خاطر رسان می کند که با شاگرد سقراط سر و کار داریم، اما اکثراً عقیده های اخلاقی، فلسفی و سیاسی مؤلف و پرسنش های او در شکل مونولوگ بیان می شوند. کروش در کیراپیدیا با سخنرانی های زیادی که موردهای گوناگون و گاه بی مورد بیان نموده است ظاهر می گردد و این سخنرانی ها خواننده امروزه را تا به خسته‌حالی می رساند. اما در زمان قدیم کار رنگی دیگر داشت. دوره شکوفایی ایجادیات کسینوفونت چنان که در بالا قید شد به دوره شکوفایی سخنوری اتیکی راست می آید. در آن زمان سخنورانی برجسته ترین اتیکی اثرها ایجاد می کردند. سخنرانی های ماهرانه پرنزاکتی کروش موافق تمام قاعده های خطابه ساخته شده دوره های طولانی را در بر می گرفتند که از نظام های جمله های مرکب پیچیده عبارت بودند و با توازن داخلی فرا گرفته شده به طور لطیف همبسته می شدند و خود آواز آنها باشد برای ذوق نازک و دقیق قدردانهای سخنی شیوا پیش بینی شده بود. تصادفی نیست که کسینوفونت در زمانهای قدیم چطوری که در لغت سوده آمده است نام موزه اتیکی یا زنبوری اصل اتیکی را گرفته است. در یگان اثر دیگری کسینوفونت ما این گونه نظامهای وسیع و مختصری دوره ها را چنانی که در کیراپیدیا آمده است یافته نمی توانیم. سخنرانی رفیقان کروش نیز ماهرانه ساخته شده اکثرا تنها همچون زمینه به شکل یک نوع پرده خدمت می کردند که در پس آن شخصیت و بزرگی پیشوای آنها انعکاس می یافت. مقدمه کیراپیدیا خاصه بوده در آن مؤلف مفتونی خود را نسبت به شخصیت کروش بیان کرده است. آهنگی هیجان انگیز و ستایشی آن رنگ خطابه آشکارا دارد. الکی در سطرهای اولی کیراپیدیا چقدر ادعای زیادی حاکمیت‌های دموکراتی را سرنگون کردند، چقدر شاهیگری ها و اولیگارخی ها واژگون شده اند، چی بسا اشخاصی سیرشمار که در طلب حاکمیت استبدادی بودند به زودی آن را از دست دادند. ویژگی وزن تکراری همان یک افاده ها را در ابتدای عباره های از جهت قافیه و ساخت سینتاکسیسی به هم مانند نظریاتچیان نثر سخنوری این اصول را انافوره می نامیدند در بر می گیرد. در حالتهای زیاد اپنسترافه تکرار کلمه هایی که یک جمله را در ابتدای دیگری آنها انجام می دهند. پرانوماسیا بازی با واژه هایی که به هم مانندند ولی معناهای گوناگون دارند. گامایا تلفتا به طور موزون تکرار شدن کلمه هایی که پسوند یک خیله دارند. گامایا تام کلمه های تکراری که در همان یک پدیش قرار دارند و غیره وامی خورند. این افاده های خطابوی در یک یا یک چند دوره یک جایه می شوند. مثلا رمه به جای رهسپار می شود که آن را می برند. در جای می چرد که به آنجا حی می کنند. به جای نمی رود که
راهش نمی دهد. در اینجا بی شبهه تأثیر مکتب خطابه ایساکرات با اسلوب کیراپیدیا ظاهر است. در کیراپیدیا نظر به اجرای عمل، مکالمه و مونولوگ ها بیشترند و از این جهت آن از رمن دوره دیرتر عتیقه خیلی فرق دارد و به ژانر مکالمه سقراطی در بالا ذکر شده نزدیکی می کند. اما چنان که شوارتز درست قید می کند، محاکمه های خطابوی که با آنها کیراپیدیا خیلی زیچ مجهز گردیده است، در صورت پیوسته برقرار نمودن نقطه های رابطه افکار مؤلف با تجربه حیات شخصی او شوق‌آور و حتی مفتون کننده بوده می تواند. رابطه مستحکم کیراپیدیا را با ژانر مکالمه سقراطی از طریق مقایسه مکالمه های کیراپیدیا با مکالمه های افلاطون به آسانی نشان دادن ممکن است. در باب اولی کتاب سیوم، کوروش شاه ارمنی که انداز سپار سابق ماد بود ولی از اجرای عهده‌داری های خود سرکشی می کرد را اسیر گرفته مجبور می کند که در حضور تمام لشکر و همچنین اهل خانواده شاه ارمنی و اشرافان ارمنی برای گناهش پاسخ بدهد. با سوالهای متبادل الترناتیوی ماهرانه گذاشته شده که جواب یک خیله را تقاضا می کنند، کوروش شاه ارمنی را وادار می سازد اعتراف نماید که او همچون شاه کاملا سزاواری حکم قتل است. کوروش: اگر یگان نفر از منصبدارانت جنایت صادر کند، او را در منصبش میمانی و یا بجای او شخصی دیگری را میگذاری؟ شاه: شخصی دیگر را میگذارم. کوروش: اگر او پول زیاد داشته باشد، به بایگریش دست نمیرسانی و یا تصرف مینمایی؟ شاه: البته هر چیزی را که در بساطش دارد تصرف خواهم کرد. کوروش: و اگر درک یافتی که وی به طرف دشمن گذشته است، در این مورد چی کار خواهی کرد؟ شاه: من او را به قتل می رسانم. جواب داد شاه ارمنستان: به جای آنکه در دروغگویی فاش شوم، با گفتن حقیقت مردنم بهتر است. این مکالمه را با صحبتی که بین سقراط و فیدر در اثر همنام او در تصویر افلاطون صورت می گیرد مقایسه می کنیم. آن بیشتر قابل ذکر است، زیرا در اینجا افلاطون درباره ماهیت دادگاه و عموماً درباره روند دادگاهی سخن می راند. سقراط: به من بگو که دعواگران در دادگاه چیکار می کنند؟ آیا آنها بینشان بحث می کنند و یا این را چیزی دیگر می نامند؟ فیدر: نه، محض همین طور است. سقراط: آیا آنها درباره عادلانه و بی‌عدالتی یگان رفتار و کردار بحث می کنند؟ فیدر: بله. سقراط: آیا کسی که این کار را ماهرانه انجام می دهد می تواند همان یک قضیه را به خود همان شنوندگان در یک حالت عادلانه و در حالت دیگر اگر بخواهد ناعادلانه معرفی نماید؟ فیدر: خیر است، چی را در نظر داری؟ سقراط: بله.
در مجلس ملی نیز همان یک قضیه به نظر شهروندان گاهی خوب و گاهی برعکس می نماید. فیدر: بله، چنین است. ماهیت فهمیش سقراطی دادگاه که در اینجا بیان شده است از مضمون صحنه مرافعه شاه ارمن در کیراپیدیا کاملا روشن می‌گردد. آن در جای اقتباس شده مکالمه افلاطونی نیز تصدیق شده است. در حالی که کوروش شاه ارمنی را به اعتراف آن مجبور می‌کند که او همچون شاه سزاواری حکم قتل است، پسر شاه ارمن تیگران با استفاده از یک قطار دلیل‌های سوفسطایی کوروش را باور می‌کند که برای او زنده ماندن شاه و حتی محفوظ داشتن تخت شاهانه او مفیدتر است. در اینجا ما مثال زنده اتهام معمولی را به عنوان سوفسطایی ها پیدا می کنیم که می توانند سخن کج را درست کنند و برعکس. چنان که شوارتز پیشنهاد کرده است، کسینوفانت در کیراپیدیا معلم خود سقراط را به تصویر آورده است. شاهزاده ارمن تیگران که در رمان همچون شخص تصویر می یابد که از نزدیکان کوروش است، با او درباره استادش که او تیگران یک زمانی برای انسان دوستی و حکمتش دوست می داشت نقل می کند. اما پدر تیگران فرمان می دهد که این معلم را که توانسته است تیگران او را بیشتر از پدر خودش دوست دارد به قتل رساند. حکیم پیش از مرگش از تیگران خواهش کرد که به سبب حکم ناعادلانه به پدرش خشم نگیرد، زیرا شاه این کار را از روی جهالتش اجرا کرده است. با شنیدن این قصه کوروش به تیگران توصیه داد پدرش را که خطای معمولی آدمان را صادر نموده است ببخشد. فرضیه دلفریب به میان می آید که در سیمای حکیمی که به تیگران تعلیم می داد، کسینوفانت سقراط را تصویر کرده است. در سیمای شاه ارمنی در این مورد، مؤلف آبرز فردی شده دیماس افین را به تصویر داده است که او نیز سقراط را از سبب نادرست فهمیدن ماهیت حقیقی تعلیماتش به قتل رسانیده است. شما گفتار صدم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفانت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.